السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزتمند، هواداران شبکه صلاح جامعه، کسانی که این حال ما را تماشا دارین، الله نگهبانتان باشه. اگر که برای شما مشقت نباشه لایک زیر کنین، انشالله که برای ما بخواست الله پیشروی میشه. ای لایک مونی شما برای ما را یگان منفعت هم نیست، خاص برای دیگران شاید که ببینن، شاید که در چی بذاره در تاب برای که تا اینکه مردم ببینن. و چی گفتنی هستم، انشالله که به نزدیکی ما طرف دبی اکسکورسیا میریم. کسانی که میخواه سیاحت تماشا رفتن میتونن که برای رقم های روی اکران مراجعت کنین، در واتساپ بنویسین و همچنین ویزا براتون تیار میکنه و همچنین گستنیس ها هم تیار میکنه و همچنین ماشین ها هم تیار میکنه براتون. فقط رقم ها در زنگ بزنین، میگه که ای صلاح جامعه گرفتیم، انشالله که برای شما هم تخفیف میکنن، هم کوشش میکنن، هم مشکلی ها را حل میکنن. آنو گفتن همونه کسی که خواهشمند سخته ویزای کوریا میکنن. و چی گفتنی هستم و ما را میریم به نزدیک انشاءالله از همه زدن کلانترین و بالاترین و بلندترین در روی عالم، یعنی برج خلیفه. یعنی وقتی که بالا برآمدی اورا را میبینی، اورا در پیشتن گفتی که در کوشم قوی میجفی او تا میکشم میگیری این شوخیه. یعنی و همچنین دومی که رنگ حرفی په استومتروفکش میگن، الله علم چه خیلی هست که اونم در بالای اورا های اونجا را مثلا که تماشا میرین. اکسکورسی کسی که با همراه ما میره در تاریخ 15 و 17 اکتبر. و چی گفتنی هستم، برج خلیف و همچنین در پوستین یا چنون که اوز میبینی صورت جمعی ورا لندکروزر در پوستین راه میگردی که های میکنی. و همچنین موتورسیکل هستن که 4 ساله ها کوادراتسیکلش میگن، موتورسیکلش میگن، هر کس هر خیلیش میگن. برای مردم معادی میگن موتورسیکل 4 ساله ها. و نگفتن همون برادران عزیز صورتاش اینجا میمونه. و همچنین این خیلی که این برادر بگیم در درونی اوشه چی میگن، نموش فراموش کردگی هستم. خلاص گپ اینیرم، خلاص گپ میتونه که در اونجا ارین دعوت میکنن، توغری میکنن، همشه بگیم برادرها در خدمت هستن. یعنی یک سیاحی یک بگیم پیش برج خلیفه تا میخرید به همین موتورسیکلای آوی، الله نگهبانتون باشه. و همچنین از همه جای بهترین مسجد هایی که در ابوظبی هستن، مسجد های بزرگترین و همچنین موزه که چی هسته کنه بودش موزه در درونش به حرف های عربی نوشته هستن، لیکن درونش به نهایت تازه فسان خوشروه. کسی که بگیم اگر بلاگر باشه، کسی که میخواه بلاگی خچه چی کنه پردویگت کنه، در تریجا میتونه که انشالله برای اسمیل گپ زنه. یعنی اینو گفتن املا که یکی تایمتری میکروفون ها بخرین برای ضبط کردن آواز خوب میوه انشالله. و بگیم ای همه تیزترین اترکسیون در روی عالم در ابوظبی، در دبی فراری رسمش اینجا میبرن فراری. بگیم بسیار چیزها در اونجا وجود داره، فقط برای بگیم مراجعت کردن برای رقم ها روی اکران مراجعت کنین و در اپلیکیشن اینستاگرام میمونم. بگیم پیشترکو بگیم 15 سپتامبر دتا بگیم پوتیوفکا طرف دبی رزی گرفت کردن، دو پوتیوفکا را بریدن برادرها با نزدیکی و همچنین با ویزای دبی بگیم چی میکنن رزی گرفت میکنن. و همچنین در اونجا بسیاری وقتا میشه که پوتیوفکا رزی گرفت بکنن. شاید انشالله که پادپیسات سکنین و شاید که مثل اون برادرانی که پادپیسات کردن و پوتیوفکا را بریدن، شاید که شما را انشالله که پوتیوفکا را ببرین و با همراه اون برادرها برین. و ما با همراه اون برادرانی که پوتیوفکا را بریدن ما با همراه اونها رفت میریم انشالله. و چون که ما در حج رزق گرفت کردیم، ما حاجی را با همراه خودمون بردیم، در ویدیو شاید مشاهده شده باشین، دیده باشین. و انشالله که برادر در خدمت هستن و ما با همراه برادرها در خدمت شما هستم. الله نگهبانتون باشه. یعنی حرکت کنیم 15 یا 17 اکتبر بریم. از دوشنبه هستی، از قرغان هستی، از وحدت هستی، از مسکو هستی، سمر هستی، سوچی، کراسنودار، رستوف ندانو، قازان، پیرم، یکترینبورگ، هر کجایی که هستی خلاص گپ در واتساپ مراجعت کن، انشالله یک جای طرف دبی میریم. و همچنین از تاجیکستان یا که از قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، هر کجایی که باشه، استانا، الماتا، هر کجایی که باشه پراست یک مراجعت کنین. برادران انشالله که ویزا را تخت میکنن، نرخ نوش براتون میگن. اگر که براتون میسر بگرده، موفق بگرده، مقداری بگیم به قدر استطاعت جیبک شما باشه، اگر انشالله که بلیط میخرین، خریداری میکنن، گستنیسه را برون میکنن، همش نیشتگ میکنن. چیکار میکنین؟
عملیات سومشن میپرن میره ان شاء الله. فی امان الله. السلام علیکم.